شما هم ندونم. اگر فرزندها بیاین شما را سراخ کنن شما میبخشین و یورا؟ متاسفانه فرزندانی بودند که برگشتن پدر و مادر خود را به اویلای خود نمیخواستند. من مثلا از فرزندم راضی نیم. عادی ترین رنجش پدر و مادر شود هزارها عبادتش بر عبث است و اینجای تاسفم هست. مادر جایگاه خود را داشته است و پدر جای خود را داشته است. نشود که مثل ما بعدی رفتنشان افسوس بخورید. سلام بیننده های ارجمند. امروز ما در برنامه وابسته به اهمیت دانستن مقام و منزلت پدر و مادر در عائله و نااحترامی فرزندان نسبت پدر و مادر صحبت داریم با استاد عبدالعلیم نور است. شما دید استاد، خب در آغاز میخواستم وابسته به اهمیت دانستن مقام و منزلت پدر و مادر در عائله حرف میزده که چی جایگاه و مقامی دارد. راجع به مقام و منزلت پدر و مادر در تعلیمات قرآنی آمده است و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند میگوید که پروردگار امر کرد که عبادت نکنید مگر او را و به والدینتان احسان کنید، نیکی کنید. یعنی حکم پدر و مادر برابر حکم خداست. این دلالت به مقام و منزلت پدر و مادر میکند. برای فرزند دانستن مقام و منزلت پدر و مادر حتمی است و ضروری است، مثل هوایی که نفس میکشد. یعنی پدر و مادر خدای مجازی فرزند هستند، یعنی مقدس هستند. اگر فرزند با این مقدسات ذره به احترامی کرد یا نافرمانی کرد یا قدر و منزلت قائل نشد یا احترام نکرد یا بی‌پروایی کرد، ذره معناش پشت گردوندن به خدای تبارک و تعالی است. اگر فرزند مقام و منزلت پدر را ندانست و حقوق پدر و مادر را رعایت نکرد، از 4 چیز اساسی در دنیا محروم می شود پیش از اینکه در آخرت محروم شود. یکم راضی پروردگار را به دست میارد اگر اطاعت کند. اگر اطاعت نکرد و پدر و مادر احترام نکرد، از این محروم می شود. دوم بی‌برکتی میارد بر سر فرزند. در دنیا بی‌برکتی میارد. به هیچ کاری و کدام کاری که دست بزند از اون برکت نمیآورد. خواه مقام منصب باشد، خواه از نگاه مادی و معنوی باشد، خواه از نگاه شهرت و مقام باشد، برکت نمیآورد. و نکته دیگر فراوانی رزق. اگر فرزندی که بداند که پدر و مادر چی حقی بر اون دارند و رعایت کند، یکم که خدا را راضی میکنه، دعاش مستجاب میشود. دوم انسانی با برکت میشود. سوم رزقش فراوان میشود. و نکته دیگر همین که با اطاعت کردن پدر و مادر، دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب میشود. یعنی هر خیری که پدر و مادر به فرزند بخواهند همون حتما مستجاب میشود و فرزند او را برکتش در زندگی میبیند. و اگر خدا نخواسته راضی نباشند، بازم دعا مستجاب است از پدر و مادر. فرزند هیچ روی نیکی را نمیبیند. نکته دیگر همین است که هم و غم و اندوه از دل فرزند گسترده میشود، تازه میشود. یعنی به احترام پدر و مادر. با احترام پدر و مادر. اگر فرزندی که به قدر پدر و مادر همچون خدای مجازی خودشون بداند، اعتراف کند و بی‌پروایی نکند، هیچ وقت در طول عمر تا وقتی که پدر و مادر در قید حیات هستند غم و اندوه را نمیبینند. حتی بعد از نبودنشون. در همین زمینه رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که رضامندی، راضیگی پروردگار بر راضیگی پدر و مادر وابسته است و خشم و غضب پروردگار به خشم و غضب پدر و مادر وابسته است. پس بخصوص جوانا باید کوشش کنند که همیشه در کدام صورتی که نباشد پدر و مادر از اونها در حق راضی باشند. درست است. خب شما استاد ببینید بیشتر میکنه که شما گفتید بودن پدر و مادر در عائله این خود یک فیض است، برکت است. ولی متاسفانه امروز در جامعه بعضی وقت نظر میگیریم میبینیم که نه همه فرزندان به قدر ارزش این نعمت را میدانند. خب نسبت ان همین گونه اشخاص چه گفتنی هستید؟ عامل های هستند که مثلا فرزند را به نافرمانی برده میرسونند. یک لفظی هست در قرآن لفظ عاق، دیگری هست لفظ اوف. اگر از لفظ اوف ولا تقل لهم اوف، خداوند در قرآن لفظ اوف استفاده می‌بره که برای پدر و مادر اوف نگو. اگر از اوف کلمه عادی تر میشد، خداوند در قرآن رو می آورد. اقل رنجش لفظ اوف است و اکثرش لفظ عاق است.
اوف از کلمه مثلا آفت، از ریشه کلمه از اوف است. کلمه آفت مثلا وقتی که زراعت آفت می‌بیند خب معناش فساد می‌شود. وقتی که با عادی ترین عملی که یا سخنی که یا رفتار و گفتار که یا پنداری که مثلا پدر و مادر میرنجد، همین اوف معناش فساد عقلی، فساد طبیعی و یک رنجش به پدر و مادر وارد می‌سازند. همین از کلمه اوف که بر پدر و مادر حتی اوف نگو. اما چی عامل میشود که فرزند از اوف سر کرده تا با عاق برده میرساند؟ یعنی از رنجش پدر و مادر سر کرده تا باعث خشم و غضب پدر و مادر میشه. وقتی خشم و غضب پدر و مادر شد، خدا از فرزند ناراضی میشه. چی عامل میشه؟ یکم جاهلی فرزند، بیسوادی فرزند، خب ندانستن مثلا نداشتن معرفت حقوقی و معنوی، ندانستن علم کافی نسبت به همه جنبه ها، چی به علوم دنیا باشد چی به علوم عقبا باشد، جاهلی به معنای یک کلمه. دوم ندانستن مثلا فرزند نمیداند که چی پیامد فوری برای فرزند نازل می شود، پیامد ناگوار مثلا از اونه که پدر مادر احترام نمیکنه. به لحظه عادی میگن چی بلای به سر فرزند می آید اگر پدر رو برنجاند، چی بماند به غضب. ندانستن پیامد فوری رنجش پدر و مادر و ندانستن پیامدها در آینده نسبت به پدر و مادر. فرزند اگر بداند که چی غضب، چی رنجش، چی به برکتی به سرش میآید به نافرمانی پدر و مادر، اگر بداند هیچ وقت به این راه نمیدهد. درست است. متاسفانه نمیداند. اصلا بگیریم به پدر و مادر، به والدین زندگی هیچ رنگ و تراوت خاصه ندارد. خاصه به درک این موضوع تحریک دهنده آنهایی میرسند که همین قیمت گرانبها را، همین نعمت بی‌بها را از دست دادند. خیلی متاسف برانم که در اکثر موارد ما به قدر زحمت‌های پدر و مادر نمی‌رسیم. ببینید اگر کودک یا نورس یا جوان فرزند حتی شوهر خانواده اگر به خانه وارد میشد میگوید مادرت کو، یا کودک که وارد شد میگوید آچام کو. پس این هم از بزرگی زن و مادر است. مادر هم با خصوصیت‌های خویش برای هر یک فرزند عزیز است، بزرگ سالار است و پدر نیز همین گونه است. ولی نه در همه موارد ما میتوانیم محبت خدا به پدرها اظهار کنیم، چون مرد بیرون هستند، نام آور و نانآور خانه هستند و دارای سیاست. گویان وقتی که مادر کودکش را در آغوشش می فشارد و به پیشانیش بوسه میزند، کودک با لحن شیرینش میپرسد مادر آیا میدانی که بهشت را برای تقدیم کردن؟ تو یعنی صاحب زمین و آسمانی، صاحب یک بهشت نازنینی، پس چرا رهایش کردی؟ از آغوش خویش دورش افکندی؟ مادر با همان لبخند زیبایش میگوید جان مادر، به آن خاطر من بهشت را از دستم رها کردم تا تو را در بغل بگیرم، روی دستانم بگیرم. ببینید مادرها چقدر از خود گذشتگی ها دارند برای فرزند. به همین خاطر گویم مادر چه فتاده عجیبی است که از خود گذرد برای فرزند. مادر دل و جان و زندگی را با مهر کند فدای فرزند. ولی نه همه وقت فرزندها به قدر همین نعمت‌های بی‌بهای زندگی میرسند، احترامشان را در زندگی با جا میارند و برایشان در ضمیر خود در یک کنجی دل خود یک جایگاه مخصوص میسازند و این جای تاسفم هست. در اینجا کوتاهی پدر و مادر هم هست، چون که فرزند از خودش عالم به دنیا نمیاد. پدر و مادر باید تعلیم کنند، باید بداند چی مقام معضلت دارد و نسبت به پدر و مادر چگونه باید با احتیاط رفتار کنند. مثلا از حد زیاد مبالغه کردن در محبت، هرکه پروری، این پدر باعث میگردد که همین فرزند پدر و مادر را اطاعت نکند و همیشه پدر و مادر را مدیون خودش احساس میکند. فکر میکنه پدر و مادر از من قرضدار است و هر طرف اگر چشم و قاش قوق کنم اون خواهش اجرا میشود و یا عمر به همین حال باقی میماند. این عاقبت سوزندگی است، نه سوزندگی. دیگر یعنی که همون محبت هم باید در معیار خود باشه نسبت فرزند از طرف پدر و مادر. البته جای باید سهلنگاری باشد، بله. جای باید زجر باشد. پدر و مادر تمثال یک دو بال هست که اگر ما با یک پرنده ببینیم که بالهایش بسیار زیبا هستند، بالهایش بسیار کامل هستند، ببینید که اینقدر بلند پرواز می شود و من هم خودم را مثل یک پرنده می دانم و دو قناتی که من دارم، یکی مادرم است، دیگری پدرم است. ولی متاسفانه
بعضا از سوی ما فرزندان و دیگر از اعضایان جامعه من میبینیم، مشاهده میکنیم که نااحترامی نسبت این شخصیت های بسیار عزیز، بسیار معتبر و بسیار گرامی و نایاب احساس میشود که من گاها در تنهایی شاید اشکم میریزیم که چرا ما فرزندان اینقدر برخوردهای نادرست نسبت پدر و مادر خود میکنیم. تا زمانی که پدرم در خانه بودند، با مادر خانم بود، قوت دیلمون بود. هر باره که من از شهر به خانه میرفتم، قبلگاه هم نزد من واقعا برای استقبال برمیخواستند، ولی بازم اینقدر مسئولیتی که بر ذمه داشتند، این همه دردها و رنجها رو با یک تبسم زیبا، با یک خنده های زیبا، با یک محبت و صمیمیت پدری میپوشانیدند که ما فرزندان این چیز رو احساس نکنیم. و همین پوشیدن ها گاها مرا باز هم در حیرت میارد که چرا پدر و مادر اینقدر بزرگ هستند، چرا اینقدر دل بزرگی دارند. این مگر اونها از دیگر جا آمدند که اینقدر دل بزرگ دارند، اینقدر دردها و رنجها و ناسپاسی های ما فرزندان رو در خود برداشت میکنند؟ من بسیار حیران میشوم. در همین زمینه مردم میگن که فلان را پدرش مرد و یتیم شد، یا که مادرش مرد و یتیم شد. خب اگر با تقاضای زمان نگاه کنیم، یتیم کسی نیست که پدر و مادرش میمیرد. یتیم کسی است که پدر و مادرش مشغول است، به فرزندش نمیرسد. مشغول یعنی استاد با کدام معنی نباشد. بله، با بله. کدام معنی که نباشد. رسیدگی به تعلیم و تربیت فرزند نیست. یعنی برای فرزندش وقت مناسب جدا نمیکند درست. که مهر و محبت داشته باشد، تعلیم، عاطفه. اگر فرزندی که با تمام بهترین لباس پوشانده شده است، خب با مثلا جیبش پر پول است، ماشین هم دارد، از هیچ نگاهی از دنیا هیچ کمبودی ندارد، اما از نگاه محبت پدر عاطفه نیست، مهر و محبت نیست، نیازی است که سر وقت برآورده شود. پس پدری که با کدام معنی که فهمیده میشود مشغول است، فرزندش یتیم است. بله. وای باید وقت یابد، گردی سفرهش باید بشیند یا با فرزند مثلا بوسه کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که بوسه کردن فرزند در جنت درجه ها دارد. مثلا محبت به فرزند سر وقت داده شود. امروز جنت دنیا عائله است، خانه است برای هر انسانی. اگر خانه کسی آباد نباشد، اگر مثلا تحقیر و حقارت باشد، آرامی و آسودگی نباشد، جهنم در این دنیا است. بله بله. هر مردی که از درش درآمد جنتش خانه‌اش است. و این فرزندا باغ همین و میوه همین جنت هستند. پدری اساسی کسی نیست که پدر محترم باشد. پدری خوشبخت کسی است که پدری محبوب باشد. بله. از در خانه که درآمد برای اهل خاندان عید باشد، نه اینکه از در برآمد برای اهل خاندان عید شود. بگن از شرش خلاص شدیم تا بگن نفس تازه میکشیم. وای بر حال این پدر و وای بر حال این مادر چون نگر باشند. گفتم بازم تکرارم شود، اگر جنت انسان در روی زمین خاندانش است. درست. در خاندان سکون، آرامی، مهر، محبت، شفقت، قدردانی باید باشد. اگر که نبود دیگر جهنم انسان در روی زمین همین است. در همین زمینه وابسته ما یک چند روز پیش از خانه پیرانسالان شهر دوشنبه نیز دیدن آمدیم. در واقع در اونجا با اشخاص زیادی وا خوردیم، عموما به هم کلانسالانی که اگرچه فرزند دارند و فرزندانشون در مقام‌های گوناگون فعالیت میکنن، ولی امروز با امر تقدیر شاید باشه و یا شاید از سهلنگاری و بفهمی و بفراستی بعضی از فرزندان باشند که پدر و مادر رو برده در خانه پیرانسالان گذاشته و از سرابانی آنها دستکشی کردن. اگرچه امروز حکومت مملکت نسبت چنین افراد غمخوار هست، آنها رو مثلا سرابانی میکنند، ولی آنها باز هم از مهر فرزند، از مهر پیوندان دور هستند. بینندگان ارجمند، در همین زمینه حالا بیایید یک لحظه ای که از آنجا ما رفتیم با هم تماشا میکنیم، سپس برمیگردیم باز برنامه رو ادامه میدیم.